با نام خدای مهربان سلام. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم هستید. نور، برکت و عشق در خاندانتان. برنامه نوبتی کتابخانه است و همصحبت من هستند امید حمیدوف، استاد دانشگاه آموزگاری روانشناس. و برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت ما را پذیرفتید. یک عالم جوان، یک محقق بگید که امروز در شهر پایتخت عزیزمان دوشنبه چی روز و روزگاری دارد و زندگی را چگونه پسی سر میکنید؟ تشکر دلایجان برای دعوت و بسیار خوشحالم که امروز با شما روبرو هستم. البته کار فعالیت من در همین دانشگاه آموزگاری جریان دارد و خود زاده همین دوشنبه شهر هستم و سالهاست که به صفت آموزگار در مکتب عالی فعالیت دارم. یعنی سبق میدیم به شاگردان، به دانشجویان اطراف من فن‌های مختلف پسیکولوژیا و خوشحالم از اینکه آموزگار هستم. خوشحالم از اینکه یعنی با شاگردان سر کار می‌کنم. سلامت باشید. یکی از فن‌ها یا یکی از پیشه‌هایی که امروز جامعه معاصر، نه تنها ما حتی جامعه جهان به آن نیاز دارد، این همین فن یا بخش‌های روانشناسی است. در تاجیکستان چگونه رشد می‌کند و فضا چگونه است؟ چون ما ایرادهای زیاد می‌بینیم و زیاد می‌شنویم که گویا همین فن، همین پیشه در ما خیلی ضعیف است. نظر شما چی است؟ یعنی کمتر توجه می شود و کادرهای خوب نداریم، ولی جامعه به شدت به روانشناسی نیاز دارد. نظر شما چی است؟ واقعا امروز جامعه جهان، نه تنها جامعه جهان بلکه از جمله جامعه تاجیکستان ما نیز به متخصصین از قبیل روانشناسان و یک جمله دیگه متخصصان نیازمند است و همین است که امروز یعنی فعالیت روانشناسان در مقیاس کشور تا حد معین رشد کرده ایستاده است. البته صحبت ما اطراف یک کتابی که شما جمع‌آوری کردید، یعنی موادی که جمع‌آوری کردید و در شکل یک کتاب نشر کردید، این مسئله اجتماعی پسیکولوژی عائله معاصر. می‌خوایم بحثمون درباره عائله معاصر و اطراف همین نوشته باشد که شما یک کتاب کلان حجم یعنی زحمت کشیده نشر کردید و سبب دعوت شما به برنامه کتابخوان همین است. شو برنامه ما کتابخوان است، ولی من می‌خوام اطراف همین مشکل‌های عائله معاصر صحبت کنیم. ببینید امید، ما همیشه طریق تلویزیون، روزنامه، گازت یا جاهای هم می‌خوانیم که امروز عائله با بنبست دچار شده است و سببش هم این جوانان هستند. یعنی جوانان هستند که گناهگار هستند و این جوانان هستند که هر مسئله که امروز پیش نظر نمیاد ما فکر میکنیم جوانان گناهگار هستند. و فکر میکنید در تشکیل همین عائله واقعا جوانان گناهگار هستند و نظر شما به این موضوع چی است؟ عائله اساساً بنا میشود از سوی جوانان و چون از سوی جوانان بنا میشود بازم مشکلات البته وقتی که در جاده عائله داری پیش رو میآید در مقیاس کشور بازم انگشت اشاره دراز میشود سوی جوانان و من فکر میکنم که البته مشکلاتی که امروز یعنی باعث به یعنی بحران دچار گردن نظام عائله داری گردیده است سبب‌های مختلف دارد و عامل‌های یعنی زیادی در اینجا تاثیرگذار هستند و بازم البته از بین این همگی عامل‌ها و همگی سبب‌ها البته هستند اون سبب و اون عامل‌هایی که یعنی نسبتاً مؤثرتر هستند، نسبتاً یعنی کلیدی هستند به قولی و ما رو متخصصان رو لازم است که ما از همین یعنی ضعف‌های یعنی همین یعنی عائله داری در مخصوصاً یعنی اون عامل‌هایی که باعث به یعنی مشکلات عائله داری در فضای کشور می‌گردد همین یعنی عامل‌های اساسی را پیدا کرده باشه تا که واقعاً دامنگیر همین عامل‌ها شود و تا که همین عامل‌ها رفع کردن. چه عامل‌ها است؟ مثلا بیاید همون وای کلیدیش بگیم که امروز عائله معاصر تاجیک چی مشکلی دارد و شما کدام مشکل‌ها را روانکاوی میکنید و به شما شاید مراجعت میکنن چه مشکل‌های هست در همین عائله امروز تاجیک؟ از عمده‌تریناش کدام هستن به فکر شما؟ طبق مشاهده‌های بنده همزمان طبق یعنی مشورت دادن‌ها با ایده از افراد پای میبرم شاهد هستم که عائله‌ها امروز بیشتر مواجه با عصب‌پاشی شده ایستادند. یعنی عصب‌پاشی یعنی جدا شوی. بله، جدا شوی در بین جوانان خیلی زیاد است. بله، در خیلی زیاد است. حتی این نقطه از طرف مقامات داخلدار نیز به طور یعنی نگران کننده صدا می‌دهد. ما اینجا می‌شنویم می‌بینیم و من همچون
اعضای همین جامعه همچون یک متخصص همین ساحه البته نسبت این یعنی بحران عائله بحران عائله داری بهتر بوده نمیتونم و میخوام که یعنی واقعا یک رسیدگی شود به این مشکلات تا که جوانان از همین یک مشکلاتی که در عائله داری آنها روی کار میبیاد البته یک توجیه باشد رها شد. همچون متخصص نظر شما چی است که یعنی همین عائله ها سببش برای چی است که اینقدر زیاد در ما پاش خورده می شود؟ کدام عامل ها تاثیری بیشتر دارند؟ ما باید اینا را روانکاوی کنیم و بفهمیم که مثلا چی است که این عائله ها در این زمانی که ما زندگی میکنیم در کشور زود یعنی از هم جدا میشوند و نگرانی ها در این سمت خیلی زیاد است. فکر میکنید کدام عامل ها مؤثرترند در اولیه، یعنی که باعث به پاش خوردن خانواده های جوان در کشور میشوند؟ اگر ما خواهیم که همین عامل و سبب های از همپاشی عائله ها را معاین کنیم، ما باید اول معاین کنیم که همین خود عائله به چی خاطر یا که کدام یعنی وادار کننده جوانان رو برای بنیاد عائله وادار میکنند. به چه خاطر من انسانیت عائله بنیاد میکنند؟ چه از عائله بنیاد کنند چی میخواهد انسان؟ طبق تعلیمات علم روانشناسی گفته میشود که اساساً بنیاد عائله از روی یعنی 3 مرام صورت میگیرد. این هم باشد یکم مرامی که در جای اول میستد، یعنی انسان ها وادار میکنند نوبت از مناسبت جنسی آنها را به بنیاد عائله وادار میکنند. این هم باشد یعنی قانع سازی نیازهای جنسی خود در طریق یعنی درست و یعنی سالم. سالم همین. دوم چیزی که جوانان از عائله دارو میخوان این البته ادامه دادن نسل، یعنی صاحب فرزند شدن است. اینا و سیوم مرامی که بودم جوانان رو برای بنیاد عائله وادار می‌سازد، این البته در نهایت رهایی از تنهایی، یعنی در نهایت تنها نماندن بجای که در حق یعنی اعضای عائله باشد. همین 3 مرام هستند که یعنی انسان‌ها را برای بنیاد عائله وادار می‌کنند. طور در ابتدا گفتم مرام اساسی از بین اینها یعنی همین بودن خانه‌سازی نیازهای جنسی هست. وقتی که مثلا ما مثلا طبق همین خواهش ها عائله بنیاد میکنیم، وقتی ما از عائله بنیاد کردن ما از همین چیزا را انتظار هستیم، مثلا یعنی اگر در همین خواسته های ما یعنی وقتی من وقتی قانون سازی به من میآید، انا اونگاه میشود نافهمی میان دو جوان، میشود یعنی پراکندگی در عائله آن هم میشود. برای من میخوام یک اشاره کنم در اینجا که همچون متخصص که عموما در فضای شرقی ما مثلا اگر مثلا بودی همین نفرانی که مشکل عائله داری مواجه هستند وقتی هم صحبت میشویم اونا مثلا میپرسن مثلا که به نظر شما به فکر شما مثلا سبب همین با مشکلات روبرو شدن شما در مناسبت عائله داری چی است میگن؟ میبینم که اونا عموما یک سبب های تماما دوم و سوم درجه را بیان میکنن. حالا که اگر روانکاوی کنیم مثلا میبینید که سبب اساسی تماما چیز دیگه است. برای چی اونها اشاره به سبب اساسی نمیکنن؟ برای چی نمیکنن؟ برای اون که البته خیلی با هم معلومات هستند که بیشتر 90% اهالی کشور مسلمان هستند و طبق تعلیمات اسلامی البته باز کردن اون مثلا مطبوعات خوب بین همسایگان جویی نیست. البته یک موضوعی که خوب اشاره کردید درباره عرف و عادت ها و دین هم اینجا یادآوری شده. من میخوام اینجا اشاره کنم که امروز در فضای امروزی تاجیکستان بعضی تشکیلات ها، سازمان ها یا شخصیت ها هستند که به قول مدرن هستند و میگن که ازدواج برمحل، مسئله برابری گندری و چند عامل ها اینا و ما از خارجه برای ما همیشه تبلیغ میکنن و امروز هم در جامعه خیلی این مسئله فمینیستی با وجود میاد و با دیگر مسائل ها با وجود میآیند. ولی ما اگر عقب گردیم مثلا با 50 60 سال پیش، من نمیخوام که از دورتر از تاریخ مثال بریم و وقتی که ما از بیبی و بابیو میپرسیدیم اونا خیلی زندگی خوشبخت داشتن، یک زندگی آرامانه داشتن و همین جداشوی را اگر ما قیاس کنیم تقریبا در بعضی دهها وجود نداشت. وقتی که ما میبینیم این تعدادی که امروز هست، خب در این وقت کتاب‌ها هستن، دستورالعمل‌ها هستن، صحبت‌ها هستن، جوان امروز جوانی باز است، مدرن‌تر است و بسیارا میگن که نه ما اگر با این روش امروزه بریم خوشبخت‌تر میشیم. شما فکر میکنید روش گذشته ها و بابی و بیبی ما غلط بودن در این زمینه؟ من همین چیز درست فهمیده نتوانستم که مثلا با این قدر تبلیغی که امروز شب روز در طریق تلویزیون و رسانه‌های دیگر میشود
вале он оила бартарият дорад вақте ки ба он хонаводаи пешӣ нигоҳ мекунӣ, фарзандони солим, андешаи солим, хонаводаи хушбахт. Хуб, назари шумо ба ҳамин ду бархурд чи аст? Бархурди имрӯзи хонаводагӣ, назарияҳои имрӯз ва назарияҳое ки дар гузашта буд, яъне хонаводае ки дар гузашта буд. ман албатта ман муқобили ягон андеша баён кардам, ягон назария уман идеология бар ман нестам, аммо он чи ки ҳақиқат аст ҳамон гуфтам мехоҳам. масалан аст ки масалан тавр дабло гуфтам, ҳамин 90% мушкилоти оиладорӣ аз қонӣ набудани ниёзҳои ҷинсӣ сар мегирад. ин нуқтаи назари илмӣ аст. 90% мушкилоти оиладорӣ аз ҳамин сар мегиранд. ва барои чӣ мушкилоти оиладорӣ аз ҳамин сар мегирад? барои чӣ? барои он ки замони имрӯза ва на танҳо имрӯза ва гузашта ба ҳам ҳамин ҷавонон якдигарро интихоб мекунанд. интихоби дисти муқобил албатта шояд мо фикр кунем масалан дар назари оре ки оно масалан шӯрона сурат мегирад. бояд як чиз мутахассис гӯям ки шӯрона сурат намегирад. ин чиз тибқи яъне ба қавли диктаи ёки хуб раҳнамоии инстинкти ҷинсӣ сурат мегирад. надонистагид тибқи инстинкти ҷинсӣ ки дар ҳар як инсон инстинкт вуҷуд дорад. ва мард адами тибқи инстинкт ё худ ғаризаи ҷинсӣ чи мард аст чи зан аст ҷинси муқобилро интихоб мекунад ва мехоҳад ки бо ҳамон масалан оиладорӣ карда бошад. аммо дар замони пештар мисол дар масалан асрҳои гузашта масалан мегирем, ҳамин инстинкти ҷинсӣ ки дар интихоби ҳамсар барои мо корагир мешуд, албатта воқеан мувофиқи ҳамон рисолат амал мекард. барои мо вазифаи зарурро таъмин мекард гуфтам мумкин. аммо имрӯз барои он ки мисол сохти ҷомеа умуман ҳаёти тарзи ҳаётгиронӣ комилан тафовут дорад аз масалан хуб чанд аср пештар, вале барои ҳаминам имрӯз анамин инстинкти ҷинсӣ махсусан барои занҳо гӯем мувофиқи талаботи имрӯза ба кор намебиёрад. барои чӣ? барои он ки масалан албатта дар ин ҷа инстинкти занҳо мувофиқ ба табиати онҳо барояшон литовка мекунад, аз они мардҳо барои мувофиқ ба табиати худашон барои онҳо литовка мекунад. масалан аз они занҳо чӣ мехоҳад? занҳо тибқи инстинкти худ ҳангоми интихоби ҷинси муқобил чӣ мехоҳанд? масалан оно бештар ҳама метиҳанд ба чӣ? ба он ки масалан ҳамон мард, ҳамон ҷавон то ҷо масалан ба қавле гӯем масалан хуб ба худ эътимод дорад. хуб яъне ба қавле мисол ҳам душман обтоб ёфтааст, ҳам аз дигоҳи моли мустақил аст, қавӣ ирода аст, мисол ростгӯ аст, мисол хуб ақли бисёр пешрафта дорад, мисол ҷаҳонбинии васеъ дорад, масалан дидгоҳи тоза дорад, мисол хуб албатта бешам мегӯям ки эътимоди қавӣ ба худаш дошта бошад. ҳамин гуна мехоҳанд, ҳамин гуна нафар мехоҳанд интихоб кунанд. яъне ба қавле характери бисёр устувори бориз дошта бошад мехоҳанд. ин чиз мехоҳанд. агар сода карда як образно қарор гӯям, мехоҳам ки ба қавле ҷавоне бошад тарзансифат. бале, тарзан сифат бошад. яъне масалан мавриди дар кори масалан эмоция, масалан қару ғазаб зоҳир кунад тавонад, масалан уманам агрессия зоҳир кунад тавонад, масалан мавриди дар кори тавонад, мавриди дар масалан хоб чақон бошад, чоп ҳамин бошад мехоҳам масалан. аммо дар замони имрӯза мутаассифона яъне чун сохти ҷомеа таманди кард, албатта тарзансифат буда намешавад. чунки вақте агар масалан хуб дар андак масалан ва агар масалан ҷавон аз худ масалан агрессия зоҳир кунад, мисол дагон ашё зада шикана дига кунад, албатта мебинӣ ки дар баъди чанд лаҳза пас панҷара хо меравад. мардҳо чӣ гуна зан мехоҳанд дар ин асри мо? дар асли мо мардҳо чӣ гуна зан мехоҳанд? мардҳо тавре гуфтам мувофиқ ба инстинктшон онҳо интихоб мекунанд. лекин бояд як чиз ишора кунам ки инстинкти ки мардҳоро водор ба интихоб мекунад, он дар замони ҳозир ҳолам корагир ҳаст, ҳолам яъне мувофиқ ба рисолат амал карда истодааст. ин адуни ман чӣ мехоҳам? ба ҳама маълум аст ин чиз ки мардҳо доим занҳои зеборо мехоҳанд. доим зебо, яъне озода, тоза, яъне умуман бисёр ба қавли ҷавон бошад мехоҳанд. агар меъёри интихоби мардҳоро агар нигоҳ кунем, гуфтам мумкин мардҳо ҳамон занеро мехоҳанд ки он зан ҳарчи бештар шабоҳат дошта бошад ба тифл. барои чӣ?
بعدن شاید زنها تنقید میکنن مردها که ای نو زوی پرستن نو دوی مثلا پشت بوی هستن نو با خلط زن اهمیت نمیتونن با من نمیدونم با مفکوره اهمیت نمیتونن تو دست گم بزنن مثلا حالا که از نگاه علمی برای چی میخوایم یعنی زبان میخوایم علم اثبات کرده است که وقتی انسان نه با تنها که مرد هستن تا چه اندازه وقتی زبان باشد این شهادت اون است که همون انسان همون ارگانیسم یعنی همون اندازه سالم است یعنی زبان بودن این کفلی سالم بودن همون انسان است اما طبیعت از ما چی میخواهد؟ نسل سالم میخواهد نسل سالم کی باید میورد؟ یعنی سالم. خب یکی از برنامه‌ای که امروز در کشور ما بسیار اطراف صحبت میشود و حتی بعضی تشکیلات هم از سرش مبلغ گذاری میکنند و بسیار ازدواج برمحل. همین ازدواج برمحل تا کجا با پاشخوری اویله ها مساعدت میکند یعنی سبب میشود. حالا آنکه اگر ما به این موضوع نگاه کنیم در 200-300 سال پیش یا عصرهای گذشته این خیلی باشد همه اوله ها از هم جدا شوند. اگر از این فاکتور نگاه کنیم هیچ اوله سالم در تاریخ وجود نمیداشت. اگر ازدواج برمحل سببی مصیبت و بدبختی خانواده و بدبختی هم زن و مرد میشید. علم امروزه یک کمی در این موضوع بیشتر بحث میکنه. بسیاری هم هستند که مخالف هستند با ازدواج برمحل. نظر شما همچون یک متخصص چی است در این موضوع؟ در جوانی سعی کن گر به خلل خواهی عمل میوه به نقصان بود چون از درخت نابر است. یعنی میوه انسان کیست؟ چیست؟ فرزند. گفتی شاید اگر گیره میوه به نقصان از درخت نابر میشود. یعنی اگر ما جوان باشیم ارگانیسم سالم است و یعنی ازدواج کرده باشیم و صاحب فرزند میشیم فرزند سالم تولد کردن ممکن میشود. گفتم ممکن. وقتی که تا جای ارگان پیشودن میگیرد همونقدر در ارگان نقصان ها پیدا میشود علت ها پیدا میشود و این خواهی نخواهید ما اقصا اگر در زن باشد تاثیرش به جنین آینده میرسد. گفتم ممکن. برای همین من یعنی جانداری عقیده شما هستم. البته در همه چیز میارد البته مثلا برای محل هم البته ضرورت نداره البته لیکن مثلا وقتی مثال البته وقتی نه کار با این حد شده است که دیگه تبلیغات به اون حد میرود که آدم از 25-30 حتی میرسد. تبلیغات به این جا رسانده است و میگن که نه دیگر کشور را ببینید دیگر جامعه را ببینید تو باید اول صاحب منزل باش صاحب ماشین باش فلان امیدوار و که ازدواج برمحل با این تاثیر داره. من میگم که این چه خیلی است در همین پاشخوری اویل ها فاکتوری اساسش ده میتونه یا نه همین ازدواج برمحل نه فاکتور اصلی بده نمیدونم نمیتونه شده. برای چی بگم که میگن که برای چی ازدواج برمحل میگن که اون فاکتور اساسی میتونه برای چی بخاطر مثلا حتی نهاد رسمی چه میگه که یعنی تامین نبودن آمادگی جوانان برای تولید داد. یعنی با گفته اونها تامین نبودن از کم جهت از نگاه یعنی روانی از نگاه یعنی اجتماعی بخاطر همین گفتم مجبور شد همین نتیجه گفتم. حالا که در زمان امروزه اطلاع فراوان حتی دید خود موضوع مثلا در اطلاع اوله هم فراوان گفتم ممکن برای اینجا این چیز سباش نمیتونم. حتی ما درس‌های آداب اوله دارید میخوانیم برنامه‌ها در این موضوع داریم و شبکه‌های اینترنتی فراوان از این معلومات هستند و در این زمان خنده‌آور است گفتن که یکی از عامل‌هایی که اون اطلاع ضروری ندارن یا فهمشی ضروری ندارن برای خانواده کمتر خنده‌آور هم است چون که اون از اون روزی که به مکتب میرن دیگر این موضوع‌ها رو درک کرده میرن. اون زمانی پیش که این گونه قریب مکتب‌ها وجود نداشت اطلاع وجود نداشت ولی چقدر اویله‌هایی که ازدواج می‌شدن خوشبخت بودند و چی گویم سالم بودن آسوده بودن. چی کارها کنیم از طریق کدام کارها میشود که پیش راهی انامین پاشخوری خانواده را گرفت و اویله را سالم تشکیل کرد؟ شما همچون متخصص فکرات نبودید بعد صحبت خلاصه کنیم. تشکر. فکر من است که مثلا من تا در وقتم زیاد یگان ایدئولوژی برام نیست. البته لیکن همین شکل متخصص هستم که وقتی مثلا میگن که برابر حقوق مرد و زن میگه برابر حقوق مرد و زن بودن نمیتونن چون که طوری گفتم زنها در سیمون مردی واقعا قوی رو میخواهند بینن. وقتی مردی قوی میخواهند بینن برابر حقوقش تامین شود. اگر چی بعد مردی قوی رو میبینن یعنی هم از نگاه فیزیولوژی بیولوژی امکان نداره ده مدام که از نگاه بیولوژی امکان ندارد از نگاه یعنی اجتماعی هم این چیز باید نباشد. اما مثلا در نگاه مثلا تعلیمات و جامعه جهان برابر حقوق مرد و زن گفته دادن مثال بوده نمیتونن این چیز و
طوری گفتم مثلا بودم میگم زنها در سیمای مرد میخوان مرد قوی رو هم جسمن هم روحان هم یعنی ذکاوت و دیگه میخوان ببینن. اگر خودشون در این موضوع برابر باشن اوله که دیگه نمیشه. بله نمیشه. اگر خودشون هم همین خیل باشن که اوله داری نمیشه. یعنی میگن یک این باشد که هر دو باید برابر نباشن که کمی باید تفاوت وجود داشته باشد. همیشه زنها میخوان که من چی تکیه به قال کسی یعنی بازوی به قوت تکیه کنم میخوان. روزانه هستم که میگن که ما خودمون مستقل هستیم و نیازی به مرد نداریم، خودمون کار میکنیم، معاش میگیریم و برای ما مرد اصلا چی لازم است و این ایده هم تبلیغ میکنن. این تا کجا خطر دارد برای یک جامعه سالم؟ خیلی خطر دارد. چرا؟ برای که مثلا وقتی که زنها مثلا خوب در حال مثلا که یعنی جنسگرایی هم جنسگرایی بدور شود. بله. هم جنسگرایی بدور شود. حالا که این خلاف تمام طبیعت انسانی کاری طبیعت هست تمام که یعنی این گونه تبلیغات ها بالاخره جامعه را به یک جامعه همجنسگرا، جامعه بد اخلاق، به بندوباری، شکست خانوادگی که امروز در غرب و اروپا خیلی بحرانی میشود، دومانپس شود، در ما این چیز آهسته بحرانی شود. فکر میکنید با کدام عامل هستن که ما میتوانیم یک عائله خوشبخت‌تر بنیاد کنن، یعنی جوانان ما و ما پیش راه کمتر شود، یعنی بحران از هم جدا شوی؟ من بودم اشاره کنم میخوام که مثلا برعکس اگر جوان مثلا وقتی که 18 درآمد 18 قانونگذاری 18 که اجازه داره. ولی اجازه است. 18 درآمد بگذار که اولا علاقه دفکی بنیاد اولا شود. برای چی؟ برای که مثلا وقتی میشود نه تنها جسم سالم بد آورد ممکن بلکه همون موسیقی طبق خاطرها نیست آسان‌تر میشود. موسیقی آسان‌تر میشود. چون که مثلا حالا این مثلا پورا ابتودافتگی نیست، نه پورا ابتودافتگی نیست، تا جایی مثلا به هم موافق کردنها میشود. اما مثلا وقتی دختر مثلا با سن از یک 25 میگذره 30 میرود و خیلی اینجا سروش میکنند دیگه و در سیمای مثلا اون مرد البته و دیگه برای خوش میبینن، اما برای خوش نمیخواد، میخواد بالا باشد، بالا باشه دیگه اون مشابهت نمیگیره که نمیگیره میشود. مثلا گفتم یک نقطه دیگه میخوام یعنی هر بچه و دختر وقتی سن سال بالا رفتن میگه انتخابا و فهمیشه سخت‌تر شدن میگه زندگی را مشکل میکنه و به هم آمدن هم خیلی مشکل است. اما پیرشوی جدا من فکر میکنم از اینجا شروع میشه. خودی همین این مثبت کرده که البته طبیعت مرد بعد سی البته رو به تنازل میاد. البته یک بار تدریجا رو به تنازل میاد. از زنها چه خیلی است؟ زنها هم البته زنها بودم این بهتر. برای چی میگن بعدن سوال میشه که فرق بین زن و مرد در سن سال چقدر باشد؟ میگن یعنی مثلا بسیار جوانان بعدن در و نفهم میزنن بحث زیاد میشه. من حتی میبینم مثلا در همون شبکه‌های اجتماعی حتی بعدن گروه‌ها هستن که مثلا انتخاب جوانان تام میکنن. مثلا من میبینم مثلا بعضی جوانان حتی مرتاده جوانان مثلا پست میبینن مثلا که من مثلا خودم مثلا 6 ساله باشم میگم که من مثلا تو حتی تو زن 35 ساله میگیرم مثلا میگم آخه این چه میشود؟ این دیگه من قبول نیست. برای چی؟ بعد یک دیدم فرمولا این فرمولا از طرف مردم چین اجرا شده گیرد در دفعه قرن‌ها پیش اجرا شده گیرد. یعنی هزارها سال این فرمولا اجرا میشود. همین فرمولا اجرا شده. اون مومدن که چین دولت متمدن است، تاریخ بسیار بوی داره. برای من این فرمولا بسیار معقول شد. نه در رابطه با انتخاب در سن سال در انتخاب همسر. فرمولا نست که یعنی برای اگر ما خواهیم که انتخاب درست در زن من انتخاب سن سالی درست زن انجام بدیم برای همسر انتخاب کنیم فرمولا نست. میگه که یعنی سن سال مرد رو فقط نه کم سن سال خب 20 تا خاصیت نباشد. سن سال مرد رو بر تقسیم دو میکنه حاصل میشه. همون نتیجه حاصل شده تقسیم به همون جمع میکنیم عدد 7 رو. 7 چند شد انا همون یعنی حاصل شده برای همون مرد بسیار مناسبه. مثلا اگر مرد 20 ساله باشد ما تقسیم 2 کنیم 10 میشد با 10 جمع کنیم 7 تا 17 ساله گیرد. برای مردی 20 ساله زن 17 ساله بسیار مناسب. مثلا زنی که مردی که 40 ساله باشد با 2 تقسیم کنیم 27 ساله یعنی خیلی وای میشود. برای مردی 30 ساله مثلا 30 ساله اگر جمع 15 22 ساله
الان میشه قلال است. وقتی که ما میگیم که اگر تبلیغ درست این میشود که یک نفر در دوره آداب و اخلاق ازدواج کنه میتواند هم کار کند هم درس بخواند دانشگاه تمام کند. میگن نه میگن میبرد. من یک برنامه‌ساز رو اینجا آوردم گفت اکثر اونهایی که در برنامه‌سازی ما جلب کردیم زنهای خوناشین موفق‌تر بودن. یعنی زنایی که ازدواج کرده بودن در درس موفق‌تر بودن. گفت یعنی تست درس رو از خود کردن. اونها کودک داشتن گفت در برابر کودک دار بودنشون گفت از اون دخترانی که ازدواج نکرده بودن گفت اینا پیشرفت‌تر بودن در خوندن و در علم. یعنی شاید عامل‌های زیاد باشد. شاید ما ازدواج برمحل گفتم اون سن 13 و 14 و 15 در نظر نداریم. ولی من 17 و 18 و 20 این برای ازدواج خیلی من فکر میکنم یک سن و سال موافق باید باشه و این تبلیغ باید شود. یعنی باید تبلیغ شود. این که نه که ما مثلا بیاریم در 30 و 35 سالگی. امروز وقتی که ما میبینیم در جامعه واقعا نظر میکنیم معلم این چیز خیلی زیاد است. یعنی که سن و سال از حد رفته است با وجود که امکانات است شرایط هست ازدواج برپا نمیکنن. میگن ما باید این کارا را کنیم و این به این درجه رسیم بعد ما ازدواج میکنیم. هرچند من مثلا فیزیولوژ نیستم، هرچند مثلا من طبیب نیستم، اما هم میدونم که وقتی مثلا سن سال تا حد میرود مثلا از زن مثلا از 30 میگذرد و نه اولاد میشود نه توی فرزند میخواد توضیح میدم از این گونه زن حتی شانس حامله داری کم میشود. اگر حامله داری هم شد مثال تولد برای بسیار وزنین میگذرد گفتم ممکن چون در این سن سال بار اول تولد کردن مشکل میگذرد گفتم ممکن نه تنها برای در این حالت نه تنها خطر برای خود زن هنگام تولد ایجاد می شود بلکه خطر بر سالمی همون نسل آینده ایجاد می شود. میتواند که اون نسل مثلا همون جنین و میتواند که یعنی با نقص تولد شود یعنی زیر اون بعد اون ضربه ها تولد می شود و نقصان پیدا کند تا ممکن. صحبتتون را خلاصه کنید. پیام شما فکر شما با بیننده های برنامه کتابخوان با اونهایی که این برنامه را تماشا میکنن چه سپس صحبت را به انجام برسونید. با بینندگان من البته مراجعه کردم که بگذار اونها یعنی همیشه در انتخاب همسر مخصوصا زنها دخترها مثلا یعنی جویای کدام یک تزنصفت نشوند. تزنصفت در زمان امروز گفته نمیشود. اگر یا بیام تعریف گفتم نون در کنج زینون یا هستن یا بهتر قرار میگیرن. نه ولی میخوان کنده کنید برعکس مثال اهمیتیان با اون جوانی که واقعا اخلاق حمیده دارد واقعا مثلا خوب شعوری روش کرده دارد یعنی کسب و اختصاص و فراست دارد اون انتخاب کنند. چون تقاضای جامعه ما این است که یک جوان صاحب کسب و کار و دانش و مرتبه است اون میتواند که از عهده تامین عائله هم برآید از عهده یعنی در راه درست عمل کردن هم برآید. پس مثلا کمی گونه جوان انتخاب کنند تا ممکن. و چیز دیگر بودم میخوام اشاره کنم این است که طوری گفتم مثلا بگذار وقتی امکان شرایط دارن نکتهش هم نکنید که سن سال به حد معین مثلا از 25 میگذرد و قریب 30 میرود بعد اولاد داشتن نکنید. این فکر خطا است. طوری بودم اشاره هم چوره گفتم در جوانی سعی کن گر به خلل خواهی عمل به میوه به نقصان باید چون از وقت نامر است. بگذار که در اون سن سال تا 25 رسیدن بگذار اولاد شوند گفتم ممکن. و بودم اشاره است که جوان از دانش‌های امروزه زمانوی در باب اولاداری در باب نمیدونم خب ازدواج بودم انتخاب همسر بودم نمیدونم بگذار نازکی اولاداری بیشتر مطالعه کنم بیشتر واقف شوند و برای همین کار من تصمیم گرفتم من کتاب تهیه کنم. این کتاب را از کجا میتونن این بیننده های ما دسترس کرده خوانند؟ یعنی برای کتاب را من در شکل هم من اورجینالش هم در شکل الکترونیکش در کتابخانه ملی تاجیکستان علاقه گذاشتم. اون میتونن که چی الکترونیکش چی مثلا نشه از اونجا میتونن دسترس کنن. در اینجا نقطه نظر از جانب 5 نفر پروفسور بیان شده است. نقطه نظر از جانب زیاده از 30 نفر نامزدان این بیان شده است. خلاصه در این در دوره این کتاب نزدیک به 90 مقاله از جانب متخصصان یعنی درج شده است که جوانی میده اگر این دسترس کند و مطالعه کند و خواند خیلی من فکر می‌کنم خیلی معنوی خیلی زیاده برداشت. بیننده‌های برنامه کتابخوان مخصوصا اونهایی که جوان هستید میخواید ازدواج کنید اویله برپا حتی اویله دار هستید در روند اویله اگه مشکل‌هایی هست شما میتونید که این کتاب رو دسترس کرده بخونید. واقعا این کتاب رو دانشمندان خودمون عالمان خودمون وابسته به فرهنگ خودمون به مدنیت خودمون نوشتن و آداب و اخلاق و رسوم با اینوبت گرفتن آداب و اخلاق
тарқии мусалмонӣ мо ин китоб омода шудааст ва шумо метавонед ки дастрас карда бихонед. Алоҳи иҷтимоӣ, психологӣ, оилаи муосир ки инро ҷамъ оварда тартиб доданд аз маводҳои мухталиф, мақолаҳо, навиштаҳои мухталиф, Умед Ҳамидов, ва ин китоб гуфтан ҳам дар шакли электронӣ, ҳам дар шакли ҳамин шакли китобиаш дар китобхонаи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаст, яъне аз тариқи интернет ҳам шумо метавонед ки ин китобро дастрас кунед. Ин барномаи Китобхон буд. То барномаи оянда дар ҳифзу паноҳи Худо бошед. Худо ёру ёваратон.